طالبان سنگ مقبره احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را برقرار کردند و افرادی که در این تخریبکاری دست داشتند مجازات شدند. به اطلاع منبع سنگ مزار برقرار گردیده دوباره در جایش نصب شده است. شبکه تلگرام سپوتنیک افغانستان با نشر عکس مقبره از قول حیرت تایمز آورده است که محافظت مقبره احمدشاه مسعود پرزور شده است تا از تکرار تخریبکاری جلوگیری گردد. قبلا خبر داده شده بود که اعضای گروه طالبان سرپوش شیشگی مقبره که آیه قرآن کریم در آن نوشته شده بود شکسته همچنین سنگ مزار را پاره نمودند. از این پیش وزارت کارهای داخلی افغانستان اظهارات را در باره تخریب قبر مسعود از جانب جنگجویان طالبان رد کرد. اما نوارها یا عکس‌ها از مقبره تخریب شده به واقعی بودن این خبر دلالت می‌دادند. اما طالبان نخست عکس و نوارها را قلبکی و فتوشاپ خواندند، ولی در نهایت تخریبکاری را تصدیق نموده اظهار داشتند که سنگ را به کابل برده برقرار می‌سازند.